شهر دوشنبه در این شب و روز فضای ادانه دارد. در هر گوشه و خیابان پایتخت نشانه های نوروزی را نصب میکنند. از بعد این پیری خود میشد. اما صنعتکاران برای تجلیل جشن نوروز تمرین میکنند. جشن با شکوه نوروز در دوشنبه در نوروزگاه برگزار می شود و در نظر است رهبریت حکومت هم از تماشابینان آن باشند. برنامه نوروزی امساله ما قریب که 9 بخش است. نه که در هر یک بخش با چقدر بخش‌های مایده دیگه که وجود دارد، تمامی رسم و رسومی مردم تاجیک روی صحنه جاگذاری شده است. مسئولان میگویند در این چهاربینی حدود 6000 دانشجو برای اجرای برنامه‌های هنری جلب شدند. با فرق از سالهای پیش که ماها آمادگی می‌دیدند، این دفعه در مدت 2 هفته آخر توانستند با این چهاربینی آماده شوند. ما کوشش کردیم که با خوندن و با تحصیلی و یا خلل نرسونیم. مشق‌ها همه وقت بعد از درس بود. یک هفته آخر می شود که از صبح سحر تا نصف روزی، بعد نصف روزی ما برای نوروز جشن گرفتن نوروز تیاری داشته ایم. بله، از همه درس ها آزاد، همه ریتینگ های مثال ریتینگ های ما همه با بهای 100 بال مانده شدن و تا نوروز و بعد نوروز هم استراحت. جشن با شکوه نوروز 21 مارس شروع می شود و در همه شهر و ناحیه ها چهاربینی های فرهنگی و فراغتی برگزار می شود. در پایتخت بزم های ادانه در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی، میدان 800 سالگی مسکو، باغ فرهنگی و فراغتی دوستی خلقها و دیگر جایهای جمعیتی برگزار می شود. شادمان یتیم، خورشید همدم، آزادی دوشنبه.